سلام، روزتون بخیر. من دارم میرم پارت دوم صبحانه خوری کنار ساحل. آقا اینو ببینید که بعدم یه خبر ویژه بهتون بدم درباره این. کل خانواده ما عاشق رنگن، یکیشون آبی، یکیشون نارنجی، یکیشون هم قرمز. دقیقا رنگ مورد علاقه‌شون اینها. خب پارت دوم صبحونه خوری ما اینجوری بودش که اول سفره رو پهن کردیم، بعدش گفتیم که برای پیجمون بیایم یه تولید محتوا انجام بدیم. شروع کردیم چای ریختن. اینجا هم توی مرحله چای ریختن هم 2 فنجون پر کردم ولی خوب نشد. الان بهش گفتم بیای کم از این املت‌ها که داره میزه توی بشقاب ازت فیلم بگیرم بذاریم استوریمون، و بعدش از شکر ریختن استوری گرفتیم گذاشتیم توی پیجمون. خلاصه درگیر بودیم. خب اینجا هم دیگه بالاخره شروع کردیم صبحانه خوردن. به خواهرم اینجا پیشنهاد دادم، گفتم بیا مثلا از این تونله که داره آب میده رد بشیم. اینجا داشتن چمن رو آب پاشی میکردن و این چیزی که میچرخه یه جوری تنظیم شده بود که اگه ما میخواستیم رد بشیم از این قسمت خیس میشدیم. اومدم الکی به خواهرم جو دادم، گفتم آره رد شو، بدو الان خیس میشی. ولی دیدم خواهرم اصلا انگار تمایل خیلی زیاد داره به خیس شدن. و اینکه اینجا هم که یکم از فضای ساحل بهتون نشون بدم. خلاصه که اینجا هم که دومادمون و خواهرزادم تصمیم گرفتم پاشون رو برم بزنن توی آب. و اما این منم که قراره براتون یه داستانی رو تعریف کنم. بچه‌ها بالاخره من بعد از کلی تلاش کردن و جمع‌آوری پول هام تونستم که این ماشینی که بهش تکیه دادمون بخرم. درسته که نو نیست و در حد نوه، ولی خب بازم همون ماشینی که من سعی کردم با پولای خودم بخرمش. و دومین خبرم اینه که قراره از این به بعد موضوع ولاگامون عوض بشه و داستان‌های راجع به من و عروسک آبی ساخته بشه. مرسی تا اینجای ویدیو همراه من بودی. فعلا خدافظ.